گایز چطورین بچه‌ها؟ امروز اومدم با سایت دیگه و یا آموزش دیگه باتون همراه باشم. بچه‌ها امروز اومدم جدیدترین و بهترین سایت استخراج بیت کوین رو بهتون معرفی کنم. این سایت بچه‌ها تازه اومده، یعنی فکر کنم خیلی جدید اومده، رتبه‌ش هم به شدت بالاست و خیلی‌ها تونست ازش برداشت کنن و به درآمد خیلی خوبی دست پیدا بکنن. حالا این سایت بچه‌ها چجوری اصلا باش باید درآمدزایی کرد؟ این سایت بچه‌ها هیچ کاری نداره، بعد بری داخلی ثبت نام کنی و بلافاصله شروع میکنه برات به ماین کردن بیت کوین و میتونی با دوش کوین، لایت کوین، اتریوم، بیت کوین و اینجور چیزا برداشت بزنی. خوبی دیگه ای که این سایت داره بچه‌ها، میتونید داخلش سرمایه گذاری بکنید و درآمدتون بیشتر بشه. مثلا میتونید بیت کوین وارد این سایت کنید، اتریوم وارد این سایت کنید، لایت کوین وارد این سایت کنید، دوج کوین، ترون و اینجور چیزا رو وارد این سایت کنید تا درآمدتون طبق اون چیزی که میگه این سایت بیشتر بشه و بتونید درآمد بیشتری کسب کنید. حداقل براش این سایت هم بچه‌ها 20000 ساتوشیه. من بهتون میگم که اگه رفراگیریتون خوب باشه بچه‌ها میتونید به درآمد خیلی خوبی از این سایت برسید و بتونید هفته 20000 بیت کوین درآمد داشته باشید و هیچ کار سختی هم اصلا نیازی نیست انجام بدی. فقط باید بری داخل ثبت نام کنی و بلافاصله برات شروع میکنه به استخراج کردن. این سایت بچه‌ها میتونید با یوتیوب، تلگرامشون رو دنبال کردن، فیسبوک، توییتر و اینجور چیزا قدرت ماینتون رو افزایش بدین و درآمدتون هم طبق اون چیز خب 100% بیشتر میشه. بدون رفراگیری بچه‌ها شما میتونید کم در روز 1000 ساتوشی درآمد داشته باشید. این سایت هم بچه‌ها جدید اومده، استخراج بیت کوین، به هیچ عنوان از دستش ندین. رتبهش داخل سایت خیلی بالاه و اونایی که باهاش کار کردن از این سایت راضی بودن. بیت کوین بچه‌ها الان قیمتش چنده؟ $35000. فرض کن که تو انقدر رفرار بگیری که بتونی به روزی 100000 ساتوشی برسی و اگه بتونی رفراگیری خیلی خوبی داشته باشی میتونی هفته 100000 ساتوشی درآمد داشته باشی و بعد میلیاردر بشی و بیت کوین هم الان چنده دیگه؟ $35000 رو راحت به درآمد خوبی برسی بدون هیچ معطلی. بچه‌ها بریم ببینیم سایت اصلا چجوریه، چجوری باید باش کار کرد و چجوری باید باش اصلا درآمدزایی کنیم. بریم بچه‌ها. خب بچه‌ها جدیدترین سایت استخراج بیت کوین رو براتون آوردم که هیچ کاری نکن و استخراج بیت کوین اونم میلیونی داشته باش بدون هیچ معطلی. بریم ببینیم چجوری هست این سایت. بچه‌ها وقتی وارد این سایت میشین نماش اینجوریه که میگه باید چیکار کنیم: پاداش سطح 1، پاداش سطح 2، پاداش سطح 3. این سایت هم بچه‌ها رتبهش به شدت بالاست و جدید اومده و خیلی معتبره. خاطر جمع باشید کلا چگونه با ما سود کنیم: ایجاد یک حساب کاربری، سپرده‌گذاری کنید. بچه‌ها گفتم بهتون هم میتونید بدون سپرده‌گذاری درآمد داشته باشید، هم میتونید با سپرده‌گذاری درآمد داشته باشید، فرقی نداره. ولی اگه سپرده وارد این سایت کنید درآمدتون خب طبق معمول بیشتر میشه. دریافت سود را برداشت کنید. اینجا بچه‌ها هر چیزی که متوجه نشد اینو اینجا بهتون نشون میده و سایتش بچه‌ها کلا ترجمه میکنه براتون که خیلی عالی و فوق العاده است. استخراج بیت کوین چیه، از کجا میتونیم بیت کوین تهیه کنیم، چه زمانی سود میبینیم، حداقل مبلغ وعیدی چقدر، میگه حداقل مبلغی که میتونی وارد این سایت کنی 30000 ساتوشیه و اینجا بچه‌ها شمارهشون رو زدن که اگه مشکلی براتون پیش اومد به این شماره زنگ بزنید و باهاشون در ارتباط باشین. آدرس بچه‌ها چنل تلگرامشون هم اینجاست که میتونید وارد چنل تلگرامشون بشید. چنل تلگرامشون هم بچه‌ها زیاد نیست، نگاه کنید. مثلا میگم بچه‌ها تازه اومده، خاطر جمع باشید. چنل تلگرامشون هم اینه. من الان عضو شدم. خب حالا بریم ثبت نام کنیم بچه‌ها. وقتی بزنید روی ثبت نام اینجا بهتون میگه که ایمیلتون، رمزتون، نامی که نام خانوادگیتون، حالا یه نام خانوادگی مثلا مینویسی علیه، مثلا غلامی، اینجور چیزا، نام کاربریتون، شناسه ارجاع، مربوط نیستم و وارد این سایت میشی. خب بچه‌ها من از قبل داخل این سایت حساب دارم، وارد حساب خودم میشم الان. خب بچه‌ها من الان وارد حساب خودم شدم. همینطور که دارید میبینید بچه‌ها بلافاصله که وارد این سایت میشید این سایت شروع میکنه براتون به ماین کردن بیت کوین و استخراج کردن بیت کوین. نگاه کنید بچه‌ها الان انقدر برای من بیت کوین
ماین کرده و 300 گیگاهرتز هم در ثانیه قدرتشه. اینجا بچه‌ها میگه که 50% ما بهتون تخفیف دادیم برای این سایت که بتونید بهتر درآمدزایی کنید و کمتر باشه برای خرید از این سایت که بازم خوب و فوق العاده است. خب معاملات بچه‌ها گفتم بهتون میتونید داخل این سایت سرمایه گذاری کنید. تو فرض کن 30,000 ساتوشی وارد این سایت بکنی، خوبی که باز این سایت داره بعد 10 روز پولت برمیگرده و 20 روز بعدش بقیهش همش سوده. 1 ماه بعد پولت حتما داخل این سایت بمونه تا بتونی بعد برداشت بزنی. اگر هم نخواستین پولی وارد کنید مشکلی نداره، بذاری این همینجور براتون ماین میکنه، 1 ماه دیگه بیا برداشت بزن. خب بچه‌ها اینجا درآمد از ارجاعاتون رو نشون میده و اینجا هم بچه‌ها گیگاهرتزی که از ارجاعاتون به دست آوردین رو نشون میده و اینجا هم بچه‌ها اونایی هستن که بیشترین ارجاع رو آوردن و بیشترین درآمد رو داشتن از این سایت که داره نشون میده چقدر گیگاهرتز به دست آوردن، چقدر درآمد از مراجع داشتن. هاش رایت بخرید. حالا بچه‌ها بریم قیمت‌ها رو با هم ببینیم که قیمت‌ها چجوری و چجوری هستن بعد درآمدزایی بکنیم. بیت کوین رو که بهتون گفتم بچه‌ها 30,000 ساتوشیه. حالا ما میریم اتریوم $10. خب دوج کوین فیوچر دوج کوین هم میشه همون $15. خب لایت کوین همون $10 و ترون هم 145 ترون. آدرس برای واریز و اینجور چیزا رو هم اینجا نوشته بچه‌ها که ما نمیخوایم چیزی واریز کنیم. سود را برداشت کنید. خب بزنیم ببینیم سود را برداشت کنید چقدر حداقل برداشت این سایته. خب من اینقدر تا الان بیت کوین ماین کردم. خب اینجا نوشته آدرس کیف پولتون رو میدین و حداقل برداشت 20,000 ساتوشی که رسیدیم بچه راحت میتونیم برداشت بزنی. اصلا هم هیچ کاری نداره. فقط اینجا بچه این سایت بازم یه خوبی دیگه ای که داره میتونید ازش پاداش بگیرید و پاداشه خیلی خوبی بهتون میده. مثلا برنامه فضل توییتر پاداش 70 گیگاهرتز تو ثانیه. میگه باید برین داخل توییترشون و 100 تا بیکسی بفرستین، بعد ما 70 گیگاهرتز بهتون پاداش میدیم. باز مثلا پایینیش تلگرام گروهتون باید بالای 1000 تا عضو داشته باشه و پست باید پیوند ارجاع داشته باشه. مثلا پست خودتون که پیوند ارجاع داره رو میفرستید داخل گروهت و گروهت هم باید بچه بالای 1000 تا عضو داشته باشه. یادتون نره بالای 1000 تا عضو. برنامه یوتیوب حداقل 200 مشترک تو کانالتون باید داشته باشین. نوشته در مورد این سایت باید توضیح بدین و در آخر هم لینک ارجاعتون رو داخل یوتیوبتون بذارید. پس فهمیدین بچه‌ها میتونید این کارا رو هم بکنید. اگه مثلا کانال تلگرامی دارید یا یوتیوب دارید یا مثلا توییتر دارید یا فیسبوک دارید، هر چی این کارا رو میتونید انجام بدید. درآمدتون هم بهتر و بیشتر 100% میشه. در آخر هم بچه‌ها مراجعات، لینک ارجاعتون بچه‌ها اینجاست که میتونید به بقیه بدین و درآمدزایی کنید. بعد هر مراجعه‌ای که بچه‌ها بیارید یه مقداری بهتون گیگاهرتز میده که بتونید درآمدزایی بکنید و اون فردی هم که بچه‌ها میخواین ارجاع بیارید اصلا نمیخواد کار سختی بکنه. خودتون میتونید 10 تا گوشی داشته باشین و برای خودتون ارجاع بزنید. همینجوری میگم اصلا نمیخواد، فقط یک ثبت نام باید بکنه و تموم. هیچ کار دیگه لازم نیست انجام بده. و اگه بتونید ارجاعگیری خوبی بچه‌ها داشته باشید 100% با این سایت به درآمد خوبی میرسید. همینا بود بچه‌ها، چیز دیگه این سایت نداره. حتما داخل این سایت برین و درآمدزایی کنید. این سایت رو از دست ندین، تازه اومده و بهترین سایت واسه بیت کوین رایگان. و حتما هم بچه‌ها تا آخر این کلیپ رو نگاه کنید. امیدوارم بچه‌ها پرسود و موفق 100% باشید. مرسی از همتون بچه‌ها. فعلا برو بچه کلبر فاکسی این سایت اصلا از دست ندینا. این سایت بهترین سایت استخراج بیت کوینه. من داخل چنلمون اصلا سایت استخراج بیت کوین رو نذاشته بودم براتون، ولی اینو گذاشتم که برین راحت باش کار کنید. حداقل تا 1 ماه دیگه هستش و خیلی راحت هم میتونید برداشت بزنین و به درآمد خوبی برسید. درسته بچه‌ها ارزا افت کرده، مثلا بیت کوینی که $60,000 بود الان اومده به $35,000، ولی بچه‌ها بازم این سایت یه پلتفرم خیلی خوب داره که میتونید 20,000 ساتوشی تو هفته برداشت بزنید، نگه دارین. باز بیت کوین رفت $60,000، اون موقع میتونید بفروشید، پولتون 2 برابر میشه و چی دیگه بهتر از این واسه درآمدزایی میخواین. یادتون نره هیچ وقت بچه‌ها که بیت کوین چقدر بود؟ $1 بود.
الان دیگه چقدر شده. اون داستانی هم که براتون تو چنل تلگرام تعریف کردم و یادتونه که یک نفر 10,000 بیت کوین رو با یک پیتزا عوض کرد حدود سال 2010 که یه چیز واقعا احمقانه است و اصلا یه چیز ولش کن، اون اصلا در موردش صحبت نکن، ولش کن. و بازم بهتون میگم بچه‌ها آینده نگر باشید، نوسانگیر نباشین و هولدر باشید. مثلا تو میتونستی دوج کوین رو نگه داری، 3 سال پیش میخریدی و نگه میداشتی، الان میلیاردر بودی. مرسی که تا الان با هم بودید. حتما چنل کلور فاکس که بچه‌ها سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم بچه‌هاتون نره تا من با انرژی بیشتر و با حمایت شما هر روز سیستم‌های درآمدزایی خفن‌تری رو بهتون معرفی کنم. مرسی از همتون بچه‌ها. فعلا